اگر اوکی هستید شروع بکنیم. مرسی آقای طالبی، اولین چراغ 5 مثبت شروع کردم. خب اوکی هستید همه؟ درگ و قلم هم داشته باشید. خواهش میکنم مجدد ویدیو رو ضبط نکنید. بعد نوت برده تا جایی که میتونید نوت برداری بکنید. این جلسه میخوایم مفصل در مورد تیبل ها صحبت بکنیم. سلام خیلی خوش اومدید. خانم خدام از دانشجوی قدیمی هستن. خیلی خوش اومدید دوستان. شروع میکنیم. ساعت 7 1 دقیقه هم گذشت، ازتون عذرخواهی میکنم. این جلسه رو کامل میخوام اختصاص بدم به ابزار تیبل. خاطرتون از جلسه قبل اومدیم یک سری کارها با تیبل انجام دادیم. گفتیم یکی از ویژگی‌هاش تعمیم اتوماتیک محدود است. خاطرتون هست؟ این جلسه کلا میخوام هر چی در مورد تیبل میدونم بهتون بگم. یکی از ویژگی‌هاش تعمیم اتوماتیک محدوده بود. دیدید چقدر تونستیم باش کار انجام بدیم؟ پس قطعا ویژگی‌های دیگه‌ای هم داره. قبل از اینکه بریم سراغ ویژگی‌هاش، اول شما باید درک بکنید تیبل یعنی چی؟ جدول یعنی چی؟ تعریفش رو خیلی ساده بهتون میگم. جدول یعنی چارچوبی که از قاعده فیلد و رکورد پیروی میکنه. شما به هر محدوده‌ای نمیتونید بگید جدول. من به اینا میگم شبه جدول. زمانی میتونم بگم جدول که از قاعده فیلد و رکورد پیروی بکنه. من اینجا براتون بنویسم، مجدد میگم اگر میخواید بنویسید. چارچوبی که از قاعده فیلد و رکورد پیروی بکنه. فیلدم براتون بنویسم، فیلد به این صورت مینویسن، انگلیسیش هم اینجوری، رکوردم به این صورت مینویسن، اینم انگلیسیش. پس چارچوبی که از قاعده فیلد و رکورد پیروی بکنه رو میگن جدول. حالا فیلد یعنی چی؟ به هر ستون از جدول یک فیلد گفته میشه. شما حق نداری به هر ستون از جدول بگی فیلد. فقط شامل ستونهایی میشه که داده های درج شده داخل اون ستون همذاتن. یعنی چی همذاتن؟ یعنی اگر این فیلد درآمد من هست، فقط اعداد و ارقام مربوط به درآمد داخلش قرار گرفته. شما حق نداری به اینجا بنویسی تهران، اسم شهر بنویسی، یا بیای بزنی 25 سال. فقط اعداد و ارقامی باید داخل این فیلد درج بشن که هم نوع هستن. به این حق دارید بگید فیلد. پس به ستونهای فیلد گفته میشه که داده های موجود در اون فیلد همذاتن، همشون دارن یک موضوعی رو توضیح میدن. پس شما حق نداری به هر ستون بگی فیلد. پس اگر این درآمد هست، فقط مبالغ مربوط به درآمد، حق نداری یه عدد خارج از درآمد درج بکنی. مثلا بیای اسم یک شهر رو بنویسی، چون داری فیلد رو نقض میکنی. اگر این ستون مربوط میشه به ماه یا فیلد ماه هست، فقط باید اسامی ماه داخلش باشه. شما اینجا نمیتونی به اسم شهر رو بنویسی، وگرنه داری تعریف فیلد رو نقض میکنی. این شد فیلد. حالا به هر سطر یک رکورد گفته میشه. رکورد پیوسته هست. شما حق نداری به هر سطر بگی رکورد. رکورد پیوستگی بین داده هاش وجود داره. یعنی چی؟ اگر من به فرض ماه این رکورد رو حذف کنم، عملا دارم یک اختلالی تو این رکورد به وجود میارم. مشخص نیست مربوط میشه به کدوم ماه. این درآمد و این هزینه اختلال ایجاد میشه توش. پس به هر سطر شما حق نداری بگی رکورد. رکورد یعنی داده هایی که در هر سطر پیوسته و وابسته هم هستن. پس
جدول به چارچوبی گفته میشه که از قاعده فیلد و رکورد پیروی کنه. اگر یک کدوم از این قوانین نقض بشه دیگه اون جدول اسمش نیست. به همین خاطر اکسل اومده گفته شما شبه جدول بساز، چون با قواعد فیلد و رکورد شاید آشنا نباشی. اگر آشنایی داری بیا محدودت رو انتخاب بکن، تبدیلش بکن به تیبل، بگو من با قوانینت آشنام، تبدیل میشه به یک تیبل. کنترل زد میزنم برمیگردم به قبل. کلید میانبر تبدیل محدوده به جدول کنترل تی هست. کنترل تی رو بزنید شبه جدول رو با زدن اوکی به جدول تبدیل میکنید. حالا میخوام براتون اثبات بکنم جدول با شبه جدول فرق میکنه، یک قانون داره، یک چارچوب داره. شما وقتی دو تا سلول رو انتخاب میکنید، وقتی مرجشون میکنی، ادغامشون میکنی، دو تا سلول میشن یک سلول، داده میاد بینش قرار میگیره، پس دو تا سلول شد یک سلول. در حالی که داخل جدول به هیچ عنوان شما نمیتونی از ابزار مرج استفاده بکنی، به هیچ عنوان اجازه ادغام سلول ها رو نداری. چرا نداری؟ شما وقتی این دوتا رو با هم بخوای یه دونه بکنی قبول داری این یک سلوله معلوم نیست برای این فیلده یا این فیلد، عملا دارید تعریف فیلد رو نقض میکنید. به همین خاطر اصلا اجازه مرج کردن داخل تیبل وجود نداره. شما وقتی میای دو تا سطر رو انتخاب میکنی یا سه تا میخوای مرج بکنی، قبول داری وقتی این سه تا بشن یکی این اعداد و ارقام برای کدوم رکورد میشه؟ پس دارید تعریف پیوستگی رکورد رو میبرید زیر سوال. به همین خاطر کلاً ابزار مرج قابل استفاده داخل جدول نیست. حالا اکسل میگه آقا اگر تو میدونی تیبل چیه، فیلد چیه، رکورد چیه، من بهت یک سری ویژگی ها میدم. الان میخوایم مثل یک سفرهای علمی بریم تو دل ویژگی هایی که تیبل در اختیار کاربراش قرار میده و کاربراش بی اطلاعن. اولین ویژگی که در اختیار ما قرار میگیره استفاده از استایل ها هستن. یعنی شما با یک کلیک موس میتونید تمام سطر و ستون رو تغییر رنگ بدید. حالا دیتای من یا جدول من کوچیکه، شما فرض بکنید از بانک کشاورزی یا یک بانک دیگه دیتابیسش رو گرفتید، قبول دارید تعداد ستوناش خیلی بیشتر میشه؟ 30 تا ستون، 40 تا ستون، 10,000 تا سطر داره. فقط کافیه روی یک سلول از تیبلتون کلیک بکنید، استایل این 10,000 تا سطر رو فقط با یک کلیک تغییر بدید. یکی دیگه از ویژگیاش که خیلی پنهانه اینه، فرض بکنید من تو این ماه یک مغایرتی میگیرم، هایلایتش میکنم. وقتی شما میاید تغییر استایل میدید دست به اون هایلایت شما نمیزنه. درسته داره تغییر رنگ رو اعمال میکنه، ولی میگه خب خودش اومده یه جا رو برام تغییر رنگ داده، پس من دست به اون نمیزنم، یه چیزی رو متمایز کرده. اینم یکی از ویژگیاشه. استایل رو که با یک کلیک برای ما اعمال میکنه، اجازه تغییر فرمت ها هم نمیده، میذاره همونجوری بمونه، هر کدومی که شما دست زدید دست نمیزن. انتخابش میکنم، میگم برای من این فرمت حذف بشه به این، یا یک تعریف خیلی ساده بهتون بگم، هر گونه تغییر در ظاهر محتوا، یعنی چیزی که شما دارید میبینید، بهش میگن فرمت. الان فرض کنید من این نوشته رو یا یک عبارتی رو اینجا بنویسم، مثلا مسعود حسینی. این عبارت رو من پس زمینش رو زرد میکنم، رنگش رو قرمز میکنم. ببینید دارم ظاهرش رو تغییر میدم.
باطنش تغییر نمیکنه. هر گونه تغییر در ظاهر میشه فرمت. با استفاده از کلیر فرمت میتونید تغییرات ظاهرش رو حذف بکنید. برگردیم سراغ سایر ویژگی هاش. پس ویژگی اولش میتونستیم اشاره بکنیم به استایل هایی که در اختیارمون قرار میده. با یک کلیک میتونیم سطر و ستون رو تغییر بدیم، رنگش رو، فرمتش رو. میتونم به عبارت هدر جدول رو پنهان و یا آشکار بکنم. کاربرد این رو من نمیدونم چیه. اینکه ما بخوایم یک هدری رو پنهان بکنیم، آشکار بکنیم، نمیدونم کجاها به دردمون میخوره، ولی در اختیارتون قرار داده. گاهی اوقات میتونید سرستون هاتون رو پنهان بکنید. میتونید اولین ستون جدولتون رو کمی متمایز بکنید با این تیک. بولدش میکنه. بولد انگلیسیشه، ما میگیم وضوح بیشتر. میتونیم آخرین ستون جدول رو، عمدتا مثلا دیدید توتال میگیرن، جمع میگیرن تو آخرین ستون، جمع خط بهش میگن، میتونید کمی وضوحش رو بیشتر کنید. میتونیم سطرها رو برای اینکه چشممون اذیت نشه یکی در میون متمایز بکنیم. میبینید خیلی قابلیت های خوبیه. حتی میتونیم ستونها رو یکی در میون، حالا تعداد ستونهای من کمه، میتونیم تعداد ستونها رو یکی در میون متمایز بکنیم. به نظرم سطر خیلی بهتره، یعنی عرفاً این خیلی بیشتر استفاده میشه. یک چیز خیلی باحالتر، میتونیم از یک سری توابع استفاده کنیم. وقتی این تیک رو فعال بکنید، اتوماتیک آخر سطر جدولتون یک سری توابع در اختیارتون قرار میده. اینجا توابع کاربردی رو به ما میده. اصلا من با فرمول نویسی آشنا نیستم، من اصلا نمیدونم فرمول نویسی چی هست. به صورت پیشفرض یک سری توابع رو در اختیار من قرار میده، مثل توابع میانگین. اکسل سعی میکنه توابعی که ارائه میده اسمهاشون به کاربردشون نزدیک باشه یا بیشترین. اینجا میتونم استفاده کنم، فرقی نداره. آخرین سطر، کمترین فروش یا کمترین درآمد. توابع جالبی داره. یا جمع این فیلد، ببینید یک سری توابع کاربردی. پس اینم میشه گفت یک مزیت محسوب میشه. از اونجایی که این تیکه خیلی میتونه کاربردی باشه، کلید میانبر هم داره. کنترل شیفت تی رو بزنید برداشته میشه. وقتی کنترل شیفت تی رو بزنید به آخرین سطرتون فرمول ها رو سریع اضافه میکنه تا شما بتونید به سرعت اون محاسباتی که میخواید رو روی اون فیلد انجام بدید. مجدد میزنم، برش میدارم. یک سری دیگه از مزایایی که در اختیارمون قرار میده، دسترسی به ابزارهای کاربردیه، مثل پیوت تیبل. ما توی اکسل با پیوت تیبل گزارش میگیریم. کلا منطق پیوت بر اساس تیبله، یعنی کسی میتونه به خوبی از ابزار پیوت تیبل استفاده کنه که تیبل رو خوب درک کرده باشه. دسترسی سریع داریم. سعی میکنم یک جلسه مفصل پیرامون پیوت تیبل صحبت بکنیم. کلاً تهیه گزارش ها بر عهده پیوت تیبل. میتونم رکورد های تکراری رو حذف بکنم. باز این ابزار ریموو داپلیکیت کارش با رکورد های جدوله، یعنی منطق جدول آشنا باشیم، بتونیم رکورد های تکراری رو حذف بکنیم. این هم توضیح میدیم. میتونم محدوده جدول رو تبدیل بکنم به یک محدوده شبه جدول عادی با استفاده از کانورت تو رنج، یعنی دیگه از جدول خارجش بکنمش یک محدوده عادی. فعلا با اینا کاری نداریم. ما در مورد ویژگی های خود جدول میخوایم صحبت بکنیم، نه ابزارهایی که میتونیم روش استفاده بکنیم. مجدد با یک کلیک میتونیم استایل روش اعمال بکنیم. یک سری تیک در اختیارمون قرار داد که میتونست به خواندن یا استفاده بهتر از تیبل به ما کمک بکنه. یک سری ابزارهای کاربردی هم در اختیارمون قرار میداد.
یک ابزاری اینجا قرار گرفته تحت عنوان ریسایز. گاهی اوقات جدول ما به مرور زمان بزرگتر میشه، فیلدهای جدیدی بهش اضافه میشه، رکوردهای جدیدی دارن، رکوردهای جدیدی رو حتی ثبت میکنیم. پس محدوده جدول نیاز به بزرگتر شدن داره. میتونیم روی ریسایز کلیک بکنیم، بگیم محدوده ما تو دیگه قابل گسترشی، مثلا این فضا رو پوشش بده، تبدیلش بکن به یک تیبل. جدول ها یا دیتابیس ها به مرور زمان بزرگتر میشن، این چیز طبیعیه. البته این روش برای مبتدیان هست. روش دیگه ای که میتونید جدولتون رو تغییر سایز بدید، این پایین میبینید علامت سبز رنگ یا آبی، فکر میکنم سبز میخوره به چشمم، اینو میتونید بگیرید خودتون فضاش رو بیشتر بکنید. میبینید اینم یک روشیه. البته این هم برای مبتدیانه. چرا میگم مبتدیان؟ چون جدول یک خاصیت خیلی جالبی داره، اینم یکی از ویژگیاش میتونه باشه، خودش اتوماتیک خودش رو گسترش میده. یعنی چی؟ یعنی شما کافیه وقتی میخوای یک رکورد جدید ثبت بکنی، رو آخرین سلول کلیک بکنی، تب بزنی، میبینید داره خودش محدودش رو گسترش میده، تحت پوشش قرار میده. دقت کردید؟ پس اگر با جدول خواستید رکورد اضافه کنید، تب بزنید، خودش گسترش میده محدودش. انتخابش میکنم، راست کلیک میکنم، این فضاهای اضافه رو حذف میکنم، میگم از این تیبل سطرهایی که انتخاب کردم رو حذف بکن. توی ستون هم دقیقا همینه. ستون برای شبه جدوله. پس اگر خواستید یک ستون اضافه کنید، در اصل باید بگید یک فیلد اضافه کنید، بنویسید هر چی هست. مثلا من میگم تفاضلشون دیفرنس، کافی فقط اینتر کنید، خودش اتوماتیک چیکار کرد؟ به محدوده تیبل اضافه کرد. خیلی جالبه. اینم پس یک مزیتش محسوب میشه، اینکه خودش اتوماتیک خودش رو گسترش میده. یک مزیت دیگه هم بهتون بگم، براتون شاید جالب باشه. من میگم تفاضل درآمد منهای هزینه، درسته؟ یکیشو نوشتم، اینتر میزنم، چی شد؟ به تمام سلول ها تعمیم داد. چرا تعمیم داد؟ برمیگرده به تعریف فیلد. میگه فیلد، به ستون هایی میگیم فیلد که خاصیت تمام داده هاش یکیه. پس اگر این یک فرمول ثابت داره توش استفاده میشه، همه سلول های داخل این فیلد باید همینو داشته باشن، چون تعریف فیلد نباید نقض بشه، همه باید یک خاصیت داشته باشن، همه همزات باشن. به همین خاطر به محض نوشتن یک فرمول خودش اتوماتیک به سایر سلول های اون فیلد تعمیم میده، چون داره قانون فیلد رو رعایت میکنه. فیلد داده هایی که در یک ستون همزاتن، یکی هن، یک موضوعی رو دارن توصیف میکنن. پس مجدد اگر قرار باشه یک ستون اضافه کنید، کافی فقط بنویسید و اینتر بزنید، به محدوده جدول اضافه میشه. این خاصیتش که خودش رو تعمیم میده. یک خاصیت دیگه هم گفتیم، وقتی یک فرمولی رو بنویسید، خودش اتوماتیک به سایر سلول ها اون فرمول رو تعمیم میده تا نتونه تعریف فیلد رو نقض بکنه. حتی اگر به فرض من بیام اینجا 9 رو بکنم 10%، اینتر بزنم، همه میشن 10%. چرا؟ چون نباید فیلد نقض بشه، همه داده ها باید همزات باشن. اینم یک نکته‌ایه که جزء ویژگی‌هاش محسوب میشه. من به این دوتا نیازی ندارم، نمیخوام زیاد شلوغش بکنم، دوتا ستون رو حذف میکنم. این خاصیت تعمیم دادنش رو دیدید، خودش اتوماتیک محدودش گسترش پیدا میشه، بزرگتر میشه، خیلی جاها کاربرد داره. مثلا توی ترسیم جدول، اگر با چارت ها، میگم ترسیم جدول، ترسیم نمودارها،
نمیدونم نمودارها آشنایی دارید یا نه. کلا نمودارها یک تعریف دارن، میگن رابطهای گرافیکی. اعداد و ارقام رو از شما میگیرن، تبدیل به یک سری اشکال گرافیکی میکنن تا شما بتونید ارتباط بهتری با داده ها پیدا بکنید به صورت بصری. هر کدوم از نمودارها یک خاصیت خاصی دارن، یه جای کاربرد دارن. مثلا نمودار ستونی برای مقایسه کردن داده ها استفاده میشه، خطی برای نشون دادن روند رشد و کاهش. هر کدومشون یه کاربردی داره. اگر با نمودارها آشنا نیستید، روی ریکامندد کلیک بکنید. اکسل با توجه به دیتای شما سعی میکنه یک سری نمودار بهتون پیشنهاد بده. خودش سعی میکنه با توجه به ساختارتون یک سری، به قول یار گفتنی، نمودار بهتون پیشنهاد بده. اول نمودار رو به من نمودار خطی داده، گفته تو میتونی درآمد و هزینه‌هات رو اینجوری نشون بدی تو ماهای مختلف. مثلا گفته نارنجی هزینه‌هاته، این روند رشد و کاهششه. اینم درآمدته، توی ماهای مختلف روند رشد و کاهششه. نمودار ستونی هم به پیشنهاد داده، گفته تو میتونی درآمد و هزینه‌هات رو تو یک ماه با هم مقایسه بکنی. مثلا این ماه درآمدتو با هزینه‌ات مقایسه کن. فکر می‌کنم خیلی گزینه بهتری باشه. مقایسه کردن درآمدام با هزینه‌ام تو یک ماه، فکر می‌کنم خیلی پیشنهاد خوبی بهم داده. اوکی رو میزنم. جدا از نمودارها، نریم تو بحث نمودارها. یکی از خاصیت‌های تیبل گفتیم اتوماتیک محدوده گسترش پیدا میکنه دیگه. وقتی شما بیاید از یک جدول نمودار بکشید، میتونید از این خاصیت تعمیم اتوماتیکش استفاده کنید. یعنی چی؟ فرض کنید من اینجا تب میزنم، یک سطر اضافه میشه به جدول دیگه. مثلا میام یک ماهی رو درج میکنم، میام یک درآمدی رو درج میکنم، یک هزینه‌ای رو درج میکنم. میبینید جدولم اتوماتیک داره آپدیت میشه. خیلی خوبه. شما نمودارهاتون رو میتونید اول بیایید از دیتاتون تیبل بگیرید، بعد ازش نمودار بسازید که خودش اتوماتیک آپدیت بشه. این خاصیتشا. اگر یک کاری رو رفتید دیدید طرف یک نموداری کشیده و به جدول دیتابیسش رو ربط نداده، خب این قطعا میتونه به مشکل بخوره سر بحث آپدیت کردنش. هی مجبور اتوماتیک خودش بیاد محدودش وقتی بزرگتر میشه بیاد بگه دیتای من تو هم باید بزرگتر بشی، محدوده رو هی تغییر بده. خب خیلی کار سختیه. خب چه کاری؟ اول ما بیایم به تیبل تبدیلش بکنیم، بعد ازش خروجی بگیریم. من فکر کنم 20 دقیقه است دارم یک کوب حرف میزنم. یه تیکه آب سرم درست کردم، یه کوچیک بخورم. ببخشید. خب بله میشه. همه که با جدول آشنایی ندارن. خیلی ممنون آقا مهدی. همه که با جدول آشنایی ندارن. عمده کاربرها اصلا از قابلیت‌های جدول بی اطلاعن. وقتی طرف نمیدونه جدول قابلیت اتوماتیک تعمیم دادن داره، خب قطعا نمیاد اول به تیبل تبدیل کنه بعد ازش جدول بگیره. بعد چی میگم؟ جدول تبدیل کنه بعد نمودار بگیره. خب نمیدونه. ولی به صورت عادی هم میشه این کارا رو کرد. ولی خب این ویژگی هایی هست برای کسایی که میدونن جدول این ذاتشه، این ویژگی ها رو داره، کارشون رو راحت تر میکنن. اینجوری بگم شاید بهتر باشه. یک ویژگی خیلی جالبتر دیگه هم از جدول بهتون بگم. شما اگر بخواید یک جدول رو، ستونهاتون رو جابجا بکنید، باز میگم ستون، فیلدهاتون رو جابجا کنید، خیلی راحته. از حاشیه بگیرید، ببینید جابجا کنید. من اینجا باید برم. میبینید به راحتی فقط با از حاشیه گرفتم، بدون اینکه اصلا دست به کلیکی بزنم، دست به دکمه از کیبورد بزنم. حتی از رکورد ها هم همینه. بگیرید از حاشیه جابجاشون کنید، ماهاتون رو جابجا کنید. اگه این شبه جدول بود به این راحتی،
نمیتونستید شما سطراتون ستونهاتون رو جابجا کنید. خب اینم یک مزیتش محسوب میشه. من توی بحث اضافه کردن سطر به انتها بهتون نکته گفتم، درسته؟ گفتم تب بزنید. اگر بخواید یک سطر اینجا اضافه کنید باید چی کار بکنید؟ فقط کافیه کلید کنترل مثبت کیبوردتون رو بزنید. دوستان خواهش میکنم بین کلاس چت نکنید. من اینو اول کلاس قرار شد با هم طی کردیم، خیلی چت ها رفته بالا، این صداش تمرکز رو به هم میزنه. خواهش میکنم رعایت کنید. میبینید؟ پس هر جایی از سلول خواستید کلیک بکنید، با جهت نمای کیبورد جابجا بشید. مثلا من میخوام اینجا یک سطر جدید داشته باشم، کنترل مثبت ایجاد میشه، کنترل منفی هم حذف میشه. پس کنترل مثبت ایجاد، کنترل منفی حذف. حالا اگر بخواید یک ستون یا یک فیلد جدید ایجاد کنید چی کار میکنید؟ مثلا این وسط میخوام یک فیلد جدید داشته باشم، شیفت کیبوردتون رو نگه دارید، 2 تا سلول رو انتخاب بکنید، 2 تا سلول، کنترل مثبت بزنید ایجاد میشه، کنترل منفی هم هست. پس هر جا خواستید ستون یا فیلد ایجاد کنید 2 تا سلول از اون ستون رو انتخاب بکنید، کنترل مثبت بزنید ایجاد میشه. پس اگر یک سلول رو انتخاب بکنید کنترل مثبت رو بزنید رکورد ایجاد میشه. اگر 2 تا سلول رو از اون فیلد انتخاب بکنید کنترل مثبت رو بزنید ستون ایجاد میشه. خب اینم یک نمیتونم بگم مزیت، شاید یک ترفند بود. یکی دیگه از مزیتاش خیلی جالبه اینه که شما هر چقدر به سمت پایین حرکت بکنید عنوان فیلد هاتون میچسبه بالا، میشه سرستون هاتون. خیلی خوبه. وقتی شما همینجوری رکورداتون فرض کنید اومدید تا 10,000 نمیدونید دارید مربوط میشه این فیلد مربوط به چه فیلدیه، یادتون میره. فقط کافی به این ابتدا نگاه بکنید خودش براتون میاره این بالا. این هم یک ویژگی خیلی بهتریه، یک چیز جالبی محسوب میشه. یه ویژگی دیگه ای رو بگم، محال کسی اینو بدونه. خیلی اصلا جز بچه‌هایی که فرمول نویسی میکنن الان بهتون میگم یه لحظه. خب یه ویژگی دیگه جدول، خوانایی فرمول خیلی بالا میره. خوانایی فرمول به شدت بالا میره. بذارید من اینو بیارم بشین پایین. محدودم رو انتخاب میکنم، محدودم رو با راست کلیک موس از حاشیه میکنم میارمش اینجا، راست کلیک رو رها میکنم، مقادیرش رو میارم اینجا. میخوام اول اینور به شما نشون بدم بعد توضیح بدم. ببینید فرض کنید تابع مکس، دوستانی که نمیدونن در جریان باشن، تابع مکس بیشترین مقدار عددی رو استخراج میکنه، بزرگترین عدد رو نشونتون میده. من میگم بزرگترین عدد این ستون رو به من بده، یا میتونم بگم بزرگترین عدد این محدوده، هیچ فرقی نمیکنه. توی توابع اکسل شما از ستون هم میتونید استفاده کنید. میگم بزرگترین عدد این ستون چنده؟ میگه 3600. درسته؟ الان فرض کنید فایل رو میذارم در اختیار یک شخص دیگه، میگم آقا برات فرمول نویسی کردم، قبول دارید اون شخص باید بیاد بگه تابع مکس ستون M، باید بره سراغ ستون M ببینه هزینه است، پس این بیشترین هزینه است. حالا ببینید من چیکار میکنم، خوانایی منظورم اینه، میگم تابع مکس بیا از تیبل چنده، من یه لحظه برگرد، تیبلتون رو انتخاب بکنید، بیاید اینجا، اسمش رو اینجا میتونید ببینید، اسمش تیبل 4، میتونید عوضش هم بکنید. شروع کنیم. میگم تابع مکس برو از تیبل 4 من کدوم فیلدشو میخوای، الان کل جدول رو در نظر میگیره، یعنی بیشترین عددی که تو جدوله، ولی من میگم فقط هزینه ها، یه دونه قلاب فکر کنم بهش میگن قلاب، بازش کنید فیلد هاشو بهتون نشون میده، میگم فیلد هزینش.
پرانتز رو میبندم، اینتر. الان قبول دارید این خاناییش بیشتر از این شد؟ الان به هر کس من این فرمول رو بدم میگه پس تو رفتی تو جدولت شماره 4 بیشترین عدد هزینه‌هات رو آوردی. ببینید خانایی فرمول میره بالا. وقتی از جدول استفاده کنید به راحتی میتونید به فیلد هاتون اشاره بکنید. کمک به خانایی فرمول هاتون میکنه. فرمول هاتون اضافه شد دیگه قاطی نمی کنید این ستون چی بود اون ستون چی بود، به راحتی میتونید باهاش کنار بید. دوستان یک بازخورد میشه به من بدید؟ من تمام مطالبی که از جدول میدونستم همینا بود. خیلی بعید میدونم بیشتر از این باشه، خیلی بعید میدونم چون من به چشمم نخورده. اگر خورده من بی اطلاع بودم، یعنی تا این زمان من هر چی میدونستم همینا بود. امیدوارم استفاده کرده باشید از موارد مربوط به تیبل. سوالا انتهای کلاس خواهش میکنم تا گفتیم تو طول کلاس تا جایی که میشه فضا رو حفظ بکنید. خیلی ممنون، خیلی امیدوارم نوت برداریاتون رو انجام داده باشید تا جایی که تونسته باشید بتونید استفاده بکنید. فکر میکنم جناب نظری یه خورده زود باشه برای موضوع ادساین. ادساین یعنی یک سلول از این فیلد یا عناوین فیلد رو وقتی ما اشاره میکنیم میگه یک سلول از این فیلد خطاب قرار میگیره. اینم تو بحث خاناییشه. یک سلول از اون فیلد اشاره داره به ادساین. سلام، خیلی خوش اومدید. آقا کوشا خیلی دیر اومدید فکر کنم شما. آقای وفا خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. دوستان دارن کم کم میرسن. خب دوستان تا همینجا در مورد تیبل ها بدونید کافیه، یعنی کارتون رو راه میندازه. فیلد یک سلول از فیلد که میشه همون سطر شما، یعنی عملا با این اسمش رو قاطی میکنم با ادساین، میخوام بگم انساین، این حالت الحاقیه. با ادساین یعنی یک فیلد، یک سلول از فیلد فلان داره مورد اشاره قرار میگیره توی خوندنش به این صورت. خیلی ممنون، ببخشید تعداد بالا بود من ندیدم، عذرخواهی میکنم. در مورد لیست های کشویی وابسته هم صحبت میکنیم ولی الان زوده. میدونید چرا میگم زوده؟ چون الان بین ما یک سری اشخاص هستن اصلا فرمول نویسی رو بلد نیستن. من بیام دستور شرطی ایف رو بدم که چی؟ یه خورده زوده. ببینید قرار نیست کسی رو بترسونیم. الان من شاید بیام برای این موضوع رو مثلا بیام لیست کشویی رو با یک ایفی به هم ربطشون بدم و یک خروجی بگیرم، شاید برای شما قابل درک باشه ولی اون سمت یک نفر میترسه، یعنی احساس میکنه که نمیتونه یاد بگیره. خب بریم سراغ ادامه بحث. دوستان میخوام یک بحث رو یه خورده ببرم سمت توابع. خب یعنی برای کسایی که حالا انشاءالله جلسات بعد هستیم، برای کسایی که فرمول نویسی بلد نیستن یه خورده یاد بگیرن. خب اگر من احیانا مجبور شدم از یک فرمول استفاده بکنم، این دوستانم تا حدودی درک بکنن قضیه رو. من اینو یه لحظه بیارمش بالاتر. یک سربرگ داریم تحت عنوان فرمولات. یک سری ابزارهای مرتبط با فرمول نویسی در اختیارمون قرار میده. الان میتونید سرفصل اگر دارید جزوه چیزی مینویسید بزنید فرمول نویسی. کلا فرمول نویسی یعنی چی؟ فرمول نویسی یعنی انجام یک سری محاسبات که با یک خروجی همراهه. اوکی؟ فرمول نویسی یعنی همین، انجام یک سری محاسبات که با یک خروجی همراهه. این محاسبات فرمول نویسی محدود میشه به علامت‌های ریاضی: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم. هیچ داریم؟ توان داریم. حالا همینا دیگه مابقیش من درصد هم میتونیم استفاده بکنیم. پس فرمول نویسی یعنی انجام یک سری محاسبات که با یک خروجی همراهه، با علامت‌های ریاضی هم انجام میشه. مثلا
2 ضرب در 2. وقتی این محاسبات رو، این فرمول رو داخل یک سلول بنویسید، اینتر بزنید، اکسل این رو یک دیتا در نظر میگیره، یک داده. حالا به این صورت نوشته شده. اکسل از ما میخواد اگر فرمول نویسی میکنید با یک مساوی شروع بکنید. وقتی شما یک فرمول یا یک داده ای رو با مساوی شروع بکنید به نوشتنش، اکسل به دنبال محاسباتش میگرده، مستقیم درجش نمیکنه، به دنبال یک عکس العمل، یک محاسبات پشت پرده. الان من گفتم یک فرمول دارم، یک محاسبات نیاز داره، با مساوی شروعش کردم، 2 در 2. پس اکسل الان میدونه باید یک محاسباتی رو انجام بده، از نوع ضرب به دنبال اون عملیات میگرده. خب وقتی من اینتر رو بزنم نتیجه محاسبات رو به من نشون میده. پس زمانی که با مساوی شروع بکنید عملا اکسل برای شما محاسبات انجام میده. گفتیم فرمول نویسی یعنی چی؟ محاسباتی که با یک خروجی همراهه. اگر شما محاسباتی رو توی ذهنتون انجام بدید و 2 تا خروجی داشته باشه، اکسل با خطا این رو به شما منتقل میکنه. تعریف فرمول نویسی یعنی فقط یک خروجی باید به شما نشون بده. حالا بگذاریم، یک مثلا بحث آرایه هایی هم وجود داره که بحثش جداست. همه چی رو با هم قاطی نکنیم، تا جایی که میشه بذاریم تو یک ترتیب بالا بریم. پس فرمول نویسی یعنی انجام محاسباتی که با یک خروجی همراه. دیگه چی؟ میگم مساوی. 25 تقسیم بر 5. اکسل میفهمه چون با مساوی شروع شده یک فرموله، یک محاسباتی نیاز داره که باید به شما یک گزارش بده، یک خروجی بده، میشه 5. بیایم ببینیم جمع هزینه هامون چقدر میشه. میگم مساوی این سلول به اضافه این سلول به اضافه این سلول میبینید چقدر وقت گیره؟ عملاً فرمول نویسی شما رو محدود میکنه، تایمتون رو میگیره. اکسل یک نرم افزار تجزیه و تحلیل داده است، تا جایی که میتونه باید سرعت شما رو افزایش بده. به همین خاطر اومد یک سری توابع رو دسته‌بندی کرد، در اختیارتون قرار داد تحت عنوان سربرگ فرمولا. من به کاربردی ترین توابع اشاره میکنم. توابع همون فرمول ها هستن، یا به عبارتی توابع فرمول های آماده هستن که انعطاف بیشتری دارن. مثلا پرکاربردترینشون سامه. به هر حال چون یک محاسبات محسوب میشه، اسم باید با یک مساوی شروع بشه. بعد میگه اسم اون تابع رو به من بده، میگم سام. توابع مخفف هستن، با حروف بزرگ درج میشن. تا حدودی هم تا حدود که نمیشه گفت، عمدتاً هم اسم اون تابع داره کاراییش رو منتقل میکنه. میگم سام یعنی جمع بزن. اسم تابع که نوشته میشه باید یک پرانتز باز بشه. وقتی تابع اسمش نوشته میشه، پرانتز رو که باز میکنید یعنی داده هات رو به من بده تا من ببرم تو دل فرمول های آمادم. میگم تو برای من این محدوده رو جمع بزن. دیگه نمیخوام با فرمول دونه بدونه بنویسم، پرانتز تهش هم میبندم. دید خیلی ساده تر بود. شما فرض بکنید 10,000 تا سطر دارید، کافی بگید مساوی فرمول میخوام بنویسم. چون فرمول محدوده، از تابع که همون فرمول آماده است استفاده میکنم. اینجا تبم بزنید خودش اتوماتیک پنجره رو باز میکنه. همیشه هم نیاز نیست به سلول ها اشاره بکنید، میتونید از ستون هم انتخاب بکنید. پرانتز رو میبندم، جمعش رو به من میده.
توی فرمول نویسی به ستون ها هم میتونید اشاره کنید. میگم سام جمع بزن. چند تا ستون رو میخوام جمع بزنم؟ میتونم اینجوری ستون ها رو انتخاب بکنم، هیچ فرقی نداره، یا میتونم مثلا محدوده رو اینجوری انتخاب بکنم، فرقی نداره، شما فقط بهش محدوده بدید. یا میتونم بگم این داده اول منه، یه دونه کاما میزنم. کاما توی اکسل، کاما یعنی نمیدونم کلمش چی میشه. ببینید اشتراک، اون یکی چی میشه؟ نمیدونم اسم کلمش چی میشه. وقتی کاما میزنید یعنی دو تا محدوده یا دو تا داده، نه جدا کننده، نه اشتراک، این دو تا محدوده با هم اشتراک دارن، این دو تا محدوده میخوام بگم اشتراک ندارن. نمیدونم کلمه خاصی استفاده میشه یا نه. کلا کاما وقتی استفاده بکنید یعنی محدوده دوم با محدوده اول اشتراک ندارن. به همین خاطر اگر اشتراک داشتن خب من باید پیوسته انتخابشون میکردم، درسته؟ ولی چون اشتراک ندارن از تابع سام میگم این محدوده اول من کاما، محدوده دوم هم میتونه اینجا باشه، میتونه تو همین ستون باشه، پس هیچ اشتراکی با اولیه نداره. به هر حال چون نزدیک هم نبودن من جدا با هم استفاده کردم، جمع جفتشون رو به من داد. پس سام، خیلی ممنون دوستان بابت اینکه حالا همکاری کردید، دستتون درد نکنه، ولی فکر نمی کنم اینا باشن، حالا نمیدونم، حالا سعی کردم بهتون منتقل بکنم بحثش رو، اشتراک یا عدم اشتراکشون. این شد تابع سام. تابع سام یکی از پرکاربردترینه دیگه. آقا ما هر کاری رو شروع بکنیم شما یه جمع میزنی، قبول داری؟ اومدن براش کلید میانبر گذاشتن، گفتن هر جایی که کلیک بکنی، هر جایی که کلیک بکنی کافیه بزنی آلت مساوی، من خودم اونجا برا تابع سام رو درج میکنم. خیلی کاربردیه. الان فرض کنید من میخوام جمع این ستون رو داشته باشم، انتخابش میکنم، آلت دو تا مساوی بالای کیبورد رو میزنم، فرمول رو اینجا درج میکنم. اوکی؟ ولی یه قلق داره، من این قلقش رو تا به شما نگم نمیشه. ببینید تابع سام کلید میان برش از دو تا حالت پشتیبانی میکنه. حالت اولش هر جایی که کلیک بکنید داده های بالاش رو جمع میزنه. ببینید الان اینجا کلیک بکنم آلت دو تا مساوی بزنم بالاش، درسته؟ پس اگر من بیام اینجا داده بزنم بیام بالاشون کلیک بکنم پشتیبانی، ببینید نمیکنه. اوکی؟ پس شرط استفاده از این کلید میانبر اینه که داده حتما باید بالای اون سلولی باشه که شما انتخاب کردید. حالت اولش اینه. حالت دومش سمت چپه. ببینید الان فرض کنید من میگم 1 2 3، اگر اینجا کلیک بکنید کلید میانبر بزنید داده های سمت چپ رو جمع میکنه، دیگه سمت راست رو نگاه نمیکنه. پس از دو تا حالت پشتیبانی میکنه، داده هایی که در بالا قرار میگیرن و داده هایی که در سمت چپ قرار میگیرن، دیگه پایین و راست رو نگاه نمیکنه. پس کلید میانبرش از دو تا حالت استفاده میکنه. حالا مثلا نمیدونم آقای طالبی هست، بله آقای طالبی هست، البته آقای طالبی زیاد سوال نمیکردن، آقا سهیل نعمت اللهی ایشون همیشه دنبال چالش ها بودن. مثلا میگفت اگر شرایط رو برای خودش سخت میکرد، میگفت اگر اومدیم یه سلولی انتخاب کردیم سمت چپش داده بود بالاش هم داده بود، اون موقع چی؟ این نتیجه چی میشه اگر من بزنم آلت مساوی؟ آقا سهیل جاتون خالی. همیشه تو این مواقع اولویت با داده های بالاست، جمع بالا رو براتون محاسبه میکنیم. جاشون هم خالیه، من بالا یه پیگیری بکنم چون ایشون نیستن. این بود تابع سام. من نکاتی هم که میدونستم خدمتتون عرض کردم. یه تابع دیگه داریم خیلی کاربردیه، تابع کانت. تابع کانت
اسمشو نوشتم، تب میزنم، نصفه هم بنویسید اوکیه. با جهتنما انتخابش بکنید، بهش اروکیا این جهتنمای کیبورد، مثلا این تابه کانت، تب بزنید باز میشه، آماده است دیتای شما رو بگیره. تابع کانت سلول های دارای عدد رو میشماره. مثلا من میگم داخل این محدوده چند تا سلول دارم که محتواش عدده، پرانتز رو میبندم، اینتر، میگه 13. یه خواهشی از شما داشتم، ببینید اکسل جلسه اول گفتیم وظیفش چیه؟ تجزیه و تحلیل داده ها. قبول دارید؟ پس هر خروجی اکسل رو شما باید به چشم تحلیل ببینید. مثلا گفت 13، نگو 13 تا سلوله. تحلیلی صحبت بکن، حداقل تو ذهنت بگو 13، یا میتونم بگم 13 ماه وجود داره که هزینه هاش درج شده، یا 13 داده مرتبط با هزینه دارم. میبینید تحلیلی استفاده کنید، نگید حالت یک بعدی، بگید 13 تا سلول دارم که عدده، ولی حالت تحلیلیش رو باید استفاده کنیم. 13 مورد مربوط به هزینه ها داریم، یا 13 هزینه ثبت کردیم. تحلیل. میتونم از تابع کانت A هم استفاده کنم. کانت A، اون Aش یعنی آل، یعنی بشمار همه سلول ها رو، چه با عدد باشن چه با متن. انتخابش میکنم. خروجی به من چند میده؟ 13. به درد من نمیخوره. تحلیل. 13 ماه ثبت شده، درآمد و هزینه 13 ماه درج شده. تحلیل کنید، همه اعداد رو همینجوری نگاه نکنیم. یه تابع داریم تحت عنوان کانت بلنک. میبینید فرمول های آماده هستن، خیلی کاربردی هستن. کانت بلنک چی رو براتون میشمره؟ بلنک یعنی خالی، سلول های خالی رو. این محدوده رو انتخاب میکنم، پرانتز رو میبندم، اینتر، میگه 0. الان فرض کنید من اینو حذف میکنم، شد 1. یعنی چی؟ یک سلول خالیه؟ نه، هزینه های مربوط به 1 ماه درج نشد. تحلیلی صحبت بکنیم توی اکسل. یه نکته ای رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم. توی توابع مثل کانت و اینو گفتم، توابع اگه به ستونم اشاره کنید هیچ مشکلی نداره دیگه، اینو خاطرتون هست که تو توابع به ستونم میتونید اشاره بکنید، مشکلی نداره. البته من حالا نمیگم کلا توی اکسل سعی کنید کلیگویی نکنید. توی جلسه قبل بود یا فکر کنم یک وبینار دیگه بود اونجا گفتم و شما شاید نگفتم. توی اکسل کلیگویی نکنید. کلیگویی صرفا توابع نیست. مثلا یک ستون رو انتخاب نکنید بیاید تغییر پس زمینه بدید. یک سطر رو انتخاب نکنید فونتش رو عوض بکنید یا وضوحش رو بیشتر بکنید. توی توابع هم همینه. چون یک سطر رو انتخاب میکنید عملا دارید 16,000 تا سلول رو درگیر میکنید. چرا گفتم 16,000 تا سلول؟ ببینید شما وقتی یک ستون رو انتخاب میکنی پس زمینش رو زرد میکنی یا تغییر میدی، عملا داری یکایک سلول ها که 1,000,000 میشه، 1,000,000 خورده ای، میخواید ببینید تعدادشون چند تاست؟ اینجا موس رو نگه دارید، چند تا زده؟ 1,000,000 خورده ای آر زده در 16,000 تا سی. آر یعنی رو، یعنی سطر. پس اگر ما بیایم یک ستون رو اینجوری انتخاب بکنیم تغییر فرمت بدیم، در اصل داریم 1,000,000 سلول رو تحت تاثیر قرار میدیم. یهو فایل اکسلتون سنگین میشه. پس توی توابع هم سعی کنید کلیگویی نکنید، نیاید جمع یک ستون رو بزنید، هرچند خیلی سریع کارتون رو راه میندازه، ولی کلیگویی نکنید. این نکته اول. نکته دوم، خیلی دوستش دارم، تابع سام. فرض کنید این محدوده اول منه، نیاز نیست دیگه دستی بیام به قول یارو گفتنی کاما بزنم. کنترل کیبوردتون رو نگه دارید پایین، کنترل کیبورد،
هر محدوده انتخاب بکنید خودش اتوماتیک براتون کاما میذاره. الان کنترل کیبورد من پایینه، ببینید خودش داره جدا کننده میذاره. البته یه خورده این رفت تو دل این نمیتونید ببینید. هر حرفم اینه، نیاز نیست دستی دونه دونه کاما بزنید. کنترل رو پایین نگه دارید، محدوداتون رو انتخاب کنید. مثلا تابع کانت هم همینه دیگه. فرض کنید این محدوده اولمه، این محدوده دوممه. میبینید کنترل رو پایین نگه داشتم، دارم فقط انتخاب میکنم. چقدر سرعت بالا میره، خیلی چیز جالبی ها. دیگه بریم سراغ یک دو تا تابع دیگه هم خدمتتون عرض بکنم برای دوستانی که حالا اومدن یک سری از توابع هم درک بکنن. بد نیست، حالا نمیخوام بترسونم. دیگه چه تابعی داریم جز توابع کاربردی؟ average یعنی میانگین. میبینید توابع با حروف بزرگن. حالا شاید تابعی من ندیدم با حروف کوچیک باشه، نمیدونم، اگه دیدید برام احیانا بفرستید چون من ندیدم، تو ذهنم نیست با حروف کوچیک باشه. البته مهم نیستا، صرفا میگم توجه بکنید. خیلی خوبه که به ریزه کاریش دقت بکنید، باعث میشه یه حالت تسلط هم اعتماد به نفس ایجاد بشه. average میانگین میگیره. این محدوده رو میتونم بهش بدم، میانگینشو به من میده. میتونم کاما بزنم بگم این محدوده هیچ اشتراکی با این محدوده نداره، یعنی نزدیک هم نیستن. فرض کنید اینجا عدد بود، فرض کنید تو این محدوده عدد بود، من نمیتونستم از اینجا کلش رو اینجوری انتخاب بکنم. چرا؟ چون الکی یک ستون اضافه هم اضافه میومد توی محاسباتم. پس این کاماه عملا میگه محدوده اول هیچ اشتراکی با محدوده دوم نداره و یعنی همه رو با هم یکی میدادم. به همین خاطر با کاما میان اونایی که با هم اشتراک ندارن رو تو یک مجموعه جمع میکنن. فکر کنم اینو خیلی خوب گفتم، یعنی خوب منتقلش کردم منظورم رو. اگر این دوتا با هم نزدیک هم بود، خب نیاز نبود کاما بذاریم، مستقیم اشاره میکردم، میگفتم این محدودمه. پس این کاماه مفهومش اینه، میگه اگر شما محدوده اولت رو دادی کاما بزن، اگر محدوده دوم نزدیکش نیست یا یک جای دیگه است و هیچ اشتراکی هم باش نداره، میتونه با کاما به من بدی. مثلا میانگین این محدوده حالا 1500. دو تا تابع استفاده کردم، گفتم مکس خاطرتون هست استفاده کردم. تابع مکس بیشترین عدد یا بزرگترین عدد رو برای شما میکشه بیرون. یه تابع خیلی جالبی میتونه باشه. مثلا بیشترین هزینه‌ای که ما کردیم چی بوده؟ 3600 بوده. مبلغ 3600 بیشترین هزینه‌ای بوده که توی این ماها اتفاق افتاده. یا کمترینش مینیمم، کمترین مثلا درآمد 2000 تا، البته می‌دونید $2000 یا هر چیز دیگه ای. پس کمترین بیشترین رو این توابع میتونن استخراج بکنن. برای این جلسه همین توابع کافی، چون نمیخوام یک نواخت، چون میدونم خیلی ها شاید اینا رو میدونن، شاید یک سری هم نمیدونن، نمیخوام رو به یک نواختی ببرم قضیه رو. همه رو سعی میکنیم با هم بررسی بکنیم، ولی خب چون جمع ما عمومی است، الان بین ما کاربر داریم چندین سال کار کرده، نمیخوام همه چیز رو ثابت بگم. من الان برمیگردم یک بازخورد به من بدید، این مباحث رو کار کردید یا نه؟ مثلا محاسبه بدون اشیا در یک ستون سامان‌بندی میخوایم جمع کنیم، این ستون فقط جمع. نه دوستان، این گروه برای این دوره برای پرسش و پاسخ نیست. الان اگه من به شما اختصاص بدم این تایم رو در مورد این بخوام صحبت بکنم، عملا دارم تایم مابقی رو میسوزونم، شاید مورد بحث بین به در شما نخوره. توی تلگرام پیام بدید، چشم در خدمتتونم. فقط سعی کنید تا جایی که میشه متوجه بشید. خب خدا رو شکر انرژیاتون هم که اوکی، از 5 مثبت به انرژیاتون هم نمره بدید. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، مرسی. دوستای آشنا دارم میبینم، خانم خدامم اومدن، آقای نظری افتخار دارید جناب نظری، آقا کوشا خیلی ممنون، خانم نجازده احتمالا رفتن، شاید ببخشید من اسما یه خورده طولانی تر شد نتونستم خیلی. آقا مهرداد خیلی ممنونم. خب دوستان، یکی از دوستان گوشیش 7% شارژ داره احتمالا. خب بریم یه خورده در مورد VBA یه خورده صحبت بکنیم. دوستان حقیقت
کانال تلگرام گفتیم این چون یک کار عامل منفعه است نمیشه استفاده شخصی کرد. الان من نمیتونم، یعنی صحیح نیست من بیام اینجا به شما کانال تلگرام بدم یا هر چیزی که به خودم لینکتون بکنم. اگر توی اینستا اومدید، اینستا از یه جای لینک رو دریافت کردید، به هر حال همون کافیه. یعنی نمیتونم حالت تبلیغاتی استفاده بکنم، یعنی کار عامل منفعه است، بعد نباید به سمتی کسی منتفع بشه یا سود ببره. گروه برای پرسش و پاسخ نداره. خب بریم سراغ حالا بچه‌هایی که میخوان یه خورده زبان برنامه نویسی یاد بگیرن. بریم در مورد VBA. البته نگران نباشید دوستان، اگر من احیانا یه جایی رو میگم میرسیم بهش، من چون خودم قبل از اینکه بیام توی کلاس میدونم چیا رو باید بگم، پس این طبقه بندی پیش خودم هست، نگران نباشید. الان اگر من VBA رو به شما دارم آموزش میدم، جلسه بعدم پیوسته‌شو بهتون آموزش میدم، یعنی ادامه‌شو. پس اینجوری فکر نکنید امروز یه چیزی یاد بگیرم بعدن دیگه مرتبط نیست. نه، من سعی میکنم ادامه دار باشه که همتون بتونید استفاده کنید. ارادت. خب الان مباحثی رو من گفتم، برای یه سری نکات گفتم. امیدوارم دوستانی که حداقل این موارد رو بلد بودن نکات هم به دردشون خورده باشه، که حداقل من تایمشون رو نسوزونده باشم. شاید این تایم رو میتونستن کنار عزیزاشون باشن و استفاده بکنن. من سعی کردم نکات خوبی رو بهتون بگم. حالا برای دوستانی هم که اکسل رو خوب بلدن، یک سری کد بهشون یاد میدم بتونن ماکرو بنویسن. اکسل از یک زبان برنامه نویسی به نام VBA پشتیبانی میکنه. ما زبانهای برنامه نویسی زیادی داریم. دلفی داریم، پایتون داریم. پایتون چقدر شیرینه، پایتون خیلی دوست داشتنیه و جذاب. بعد زبان برنامه نویسی زیادی داریم. اکسل از زبان برنامه نویسی VBA پشتیبانی میکنه. یک زبان برنامه نویسیه. اگر شما زبان برنامه نویسیش رو بلد باشید، میتونید توی خود اکسل برنامه بنویسید. حالا برای اینکه بتونید از این زبان برنامه نویسی استفاده بکنید، من همیشه این مثال میزنم، میگم شما وقتی میخوای از اکسل استفاده بکنی، قطعاً باید برید داخل نرم افزار اکسل، قبول دارید؟ وارد محیطش بشی و بعد ازش استفاده کنی. پس برای اینکه بتونی از VBA به عنوان یک زبان برنامه نویسی استفاده کنی، پس باید وارد محیطش بشیم. چطوری وارد محیط این برنامه نویسی میشه؟ توی همه اکسل هاتون هم هست، نیاز به نصب نداره. بیایید از قسمت More Commands کلیک بکنید. این قسمت رو روی دیویلاپر تب تنظیم بکنید. یک ابزاری از تحت عنوان ویژوال بیسیک ادیتور، یعنی ویرایشگر این زبان برنامه نویسی، میبینید منم اضافه کردم، انتخابش بکنید، اد رو بزنید، به این نوار اضافه میشه. میبینید من اضافه کردم. کلا بچه‌هایی که با زبان برنامه‌نویسی VBA کار میکنن سعی میکنن اینو این بالا داشته باشن همیشه، به همین خاطر منم اضافه کردم. کلید میان بر هم داره، اگه حوصله ندارید اضافه بکنید، توی اکسلتون بزنید Alt F11، این محیط باز میشه. میگن چی؟ میگه این محیط ویرایشگر VBA. الان وارد محیطش شدیم. توی اکسل شما با چی سر و کار دارید؟ توی این مورچه رفته رو میکروفون من، ببخشید، مورچه اومده. خب VBA توی اکسل شما با چی سر و کار دارید؟ توی اکسل شما با شیت سر و کار دارید، با ورکشیت. صفحات کاری منظورمه. مثلا تو پاورپوینت شما رو چی کار میکنید؟ روی اسلاید، رو ورد، روی پیج. پس برای اینکه بتونید کار بکنید نیاز به یک صفحه کاری دارید. توی ویژوال بیسیک به این صفحات کاری میگن ماژول. بفرم. پس این یک صفحه کاریه، مثل ورکشیت، مثل اسلاید، مثل پیج.
چون شما یک برنامه نویسی تا حالا جایی رو نشنیدید بگن یک زبان برنامه نویسی شما رو محدود میکنه. هیچ وقت برنامه نویس محدود نمیشه. شاید اون زبان برنامه نویسی ضعف داشته باشه، شاید اون زبان برنامه نویسی ضعف داشته باشه، ولی شما رو محدود نمیکنه. به همین خاطر ماژول ها انتها ندارن. هر چقدر میتونید داخلش کد بزنید، ولی شما باید محدودتون رو مشخص بکنید، فضای کاریتون رو محدودش رو مشخص کنید. با ساب این کار انجام میشه. با ساب میگم ساب بخش اولم، مرز اولم، یک نام رو از ما میخواد. میتونم بذارم آی نیم، هر چیزی که دوست دارید. یک اسم برای این مرز، یک اسم بذارید. من عمدتا ماکرو میذارم، ماکرو شماره 1 اینتر. چرا میگم ماکرو شماره 1؟ چون هر چند تا دلتون بخواید بنویسید ساب، مثلا ماکرو 2، هر چند تا دلتون میخواد بخش ایجاد کنید. شما از نظر اکسل یک برنامه نویسید، اکسل شما رو محدود نمیکنه. پس قلقش اینه، ساب رو بنویسید، اسم رو بنویسید و اینتر بزنید. من میام انتخابش میکنم، اینا رو حذف میکنم، فضامو یه خورده بیشترش میکنم، میخوام کد بزنم. ما یک دستور داریم به نام MSG Box اسپیس، یک پیغامی رو به کاربر نشون میده. پیغام هم باید بین دابل کوتیشن بنویسید. میگم Hello I am مسعود حسین. میبینید؟ پس MSG Box یک پیغامیه، یک دستوری از زبان برنامه نویسی VBA هست که یک پیغامی رو نشون میده. الان اگر من این رو اجرا بکنم، ران بکنم این ماکرو رو، پیغامه من نشون داده میشه Hello I am مسعود حسینی. عمدتاً پیغام ها یک متنی رو به کاربر منتقل بکنن، درسته؟ خب این متن میتونه مثلا دیدی که نرم افزار میسازن یهو آلارم خطا میده، یک ضرب در میزنه، حتی صدای ویندوز نشون میده، مثلا نمیدونم صداشو نمیدونم در بیارم، یه جوریه یک آلارم داره. شما میتونید یه دونه کاما بزنید، اون آلارم رو اضافه کنید. مثلا کرتیکال یعنی خطا، آلارمی که برای خطا استفاده میشه. پیغام من پس مربوط به یک خطاه. حالا بگذاریم من سلام کردم، ببینید اجرا میکنم، یک پیغام داخل اکسل ایجاد میشه که حالت خطا رو داره منتقل میکنه. حالتهای دیگه ای هم داریم، من براتون مینویسم، اسمشو میذارم استایل. من اسم بهتری براش انتخاب نکردم. یکی حالتش کرتیکاله، حالت خطا استفاده میشه بیشتر. یه دونه داریم اینفورمیشنه، این وی بی همون ویژوال بیسیکه، همون وی بی ایه، هی داره اول دستوراتش برامون مینویسه، میگه این کلمه‌ای که داری مینویسی اینفورمیشن یک کلمه عادی نیست، مثل مسعود حسینی یک کلمه نیست، مربوط به زبان برنامه نویسیه. وی بی همون وی بی ای خودمون. دیگه چه حالتهایی داریم؟ وی بی کوئسچن هم داریم. دیگه چه حالتهایی داریم؟ یه اکسکلمیشن هم داریم. امیدوارم درست بنویسم، کلمیشن. یه تستش بکنم. اکسکلمیشن حالت هشداره، مطمئن بشم. بله، میرید حالت هشداره. پس ما برای پیغام هامون یک حالت مناسب انتخاب میکنیم. حتی میتونم، ببینید شما یک برنامه نویسید، حتی میتونم دکمه های این پیغامم تغییر بدم. کافیه یه دونه مثبت بزنید، یک به اضافه بگید به این استایل وی بی yes no اضافه کن، دکمه هایی از جنس yes یا no. الان اگر من اجراش بکنم دکمه های yes و no هم دارم. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد، دکمه ها رو نمیشناسید، من براتون مینویسم.
یه چند تا دکمه کاربردی که خودم استفاده کردم، حالا تو این چند سالی که مثلا کار کردم اینا بیشترین کاربرد رو برای من داشت، اصلا پیش نیومد شاید از مابقی استفاده کنم. یکی همین وی بی yes no، یعنی دکمه های yes و no رو توی پیغاممون میذاره. یکی yes no cancel هست، بعد یکی هم اوکی کنسل هم بد نیست. همینا رو به نظرم کارتون راه میفته. دکمه زیاد داره، خودتون میتونید بگردید توش پیدا بکنید. البته اینم میتونم بهتون بگم اصلا میخوام پیغامه حالت نداشته باشه، کافیه حذفش بکنم. میبینید من استثناء مثال زدم که بدونید هم میتونم استایل داشته باشم هم دکمه. حالا قسمت سوم پیغام خب یک عنوانیه، مثلا ارور 404 به فرض. پس اینجا من اضافه کنم وی بی یک حالت خطا ایجاد کنم، عنوانش هم بذارم 404، این علامت خنده هم مثلا تغییرش بدم که کاربر بفهمه یه جایی کار داره اشتباه پیش میره. ببینید تو اکسل میفهمه که این یک خطایی داره براش ایجاد میشه. حالا این یک ماکرو خیلی ساده ای را همیشه هم نیاز نیست برای اجرای ماکروها بیایم توی محیط خود VBE. میتونید اینجا یک شیپ ایجاد کنید، همون که جلسه قبلا براتون یک نمونه مثال زدم. میتونید ماکروهاتون رو لینک بکنید، مثلا show MSG box، راست کلیک میکنم روش، assign ماکرو رو میزنم و ماکرو رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. پس هر وقت روی این کلیک بکنه برنامه من اجرا میشه. صرفا برنامه من یک پیغام ساده بود. یه نکته دیگه، هر وقت ماکرو نوشتید به زبان VBA دیگه اکسلتون رو باید با فرمت XLSM ذخیره کنید، اکسل ماکرو انیبل. اوکی؟ تمام شد. چون اگر با فرمت دیگه ای ذخیره بکنید مثلا XLSX کدهای ماکرو میپره دیگه، برنامه‌تون از کار میفته. دوستان بحثمون به اتمام رسید، من فکر می‌کنم کفایت بکنه همینقدر. انشالله بریم برای جلسه بعد باز هم بتونم شما رو ببینم و جلسه بعد حالا نمیدونم در مورد یک موضوعی صحبت کنم. خیلی ممنونم. آقا مهرت خسته نباشید. خب قسمت دوم آموزش نرم افزار اکسل هم به پایان رسید. امیدوارم از محتوایی که آماده کردم نهایت استفاده رو برده باشید. یک خواهش کوچیکی ازتون داشتم. من هدفم از برگزار کردن این نوع وبینارها حذف محدودیت‌های مکانی بود تا بتونم یک برابری آموزش برای هموطنانم ایجاد بکنم، البته در خصوص یادگیری نرم افزار اکسل. خواهش میکنم در قسمت نظرات برام بنویسید از کدوم شهر هستید و آیا محتوایی که آماده کردم به دردتون خورد یا نه. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. یا علی.